سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. ساموئل هستم در کشور زیبای روسیه. امروز میخوایم در مورد سیستم بانکی روسیه باهاتون حرف بزنیم. چند تا بانک مختلف از روسیه. حالا خواستم بیرون براتون توضیح بدم نشد. تو لیاقت بهترینا رو داری. برف شروع شد، همونجور که میبینید روسیه و برفش دیگه. وسط بهار قشنگ این برف. اینجا چگونه زندگی میکنی؟ اگه داریم اصلا مگه میشه؟ حالا بریم خونه براتون توضیح بدم. همراه باشید. بیرون نتونستیم ادامه فیلمو بگیریم. اینجا در خدمتتونم. خیلی خوش اومدید. بانک‌های روسیه به 26 تا تقسیم میشن. خب معروف ترینش که ازبربانک، بعد میشه تینکوف، بانک ملی سن پترزبورگ، بانک تجارت، بانک توسعه، بانک MDM بانک، اورالسیب و بانک‌های مختلف دیگه. ولی معروفترین و مهمترین بانکی که ما نیاز داریم بهش ازبربانکه. بانکی که تمام ایرانیا توی این بانک حساب دارن. این شکلی. خب برای اینکه شما بتونید توی ازبربانک روسیه حساب باز کنید به دو تا چیز نیاز دارید. یکی پاسپورت، دومی سیم کارت روسیه است. تموم شد رفت. شما با این دو تا قضیه میتونید حساب رو تو ازبربانک باز کنید. خیلی راحت بهتون میدن کارت بانکیش رو و اینکه هر مبلغی هم که داشته باشید شما میتونید چنج کنید و بریزید تو حسابتون. مراحلش خیلی ساده است. شما اول میرید یکی از شعبات ازبربانک تو روسیه، مسکو، پیتر یا هر شهری، چون یه قضیه مهم اینه که ازبربانک جهانیه و تو کل دنیا فعالیت داره و خیلی هم بانک خوبی. پاستون رو تحویل میدید، پاستون رو اسکن میکند که ویزا داشته باشه یا اوکی باشه در هر صورتی. بعد از شما انگشت نگاری انجام میشه، تشخیص چهره انجام میشه براتون و به شمارتون وصل میشه. و یه چیز جالب توی روسیه، قضیه خیلی جالب بود. من روز اول که اومده بودیم اینجا این خیلی برام عجیب بود. شما اصلا ایران یا هر کشور دیگه تقریبا، حالا آره، شما بخواید پول بزنید به حساب یکی، حالا مثلا من بخوام پول بزنم به حساب یکی از دوستان، کافیه من شماره تلفنش رو داشته باشم. یعنی تو ایران یا هر کشوری تقریبا شما باید شماره حساب طرف رو داشته باشی تا بتونی بهش پول بزنی. اینجا شماره تلفنش رو داشته باشی کافیه، چون اونجا توی اپلیکیشن ازبربانک که تصویرش رو دارید میبینید، شما توی اپلیکیشن ازبربانک یه قسمتی هست که اونجا شماره تلفن مخاطبینتون هست. اون مخاطبینی که ازبربانک یا بانک‌هایی تحت نظارت و فعالیت و همکاری ازبر باشه، اونایی که حساب داشته باشن میاد شماره هاشون و شما کافیه شماره تلفن دوستتون یا همسرتون یا رفیقتون رو بزنید و هر مبلغی که دلتون میخواد براش ارسال کنید و در ثانیه انجام میشه. ATM ها توی روسیه خیلی زیاده. یعنی توی هر خیابون شما راحت 5-6 تا ATM پیدا میکنید. توی فروشگاه ATM هست، توی دانشگاه ها هست، توی مترو هست، همه جا هست ATM. خیلی سخت نیست پیدا کردنش. پول نقدم که داشته باشید، کش نقدی داشته باشید. امروز من خواستم نشونتون بدم، نشد، انقدر برخورد. کش نقدی هم داشته باشید، تو همون دستگاه ATM یه قسمت هست که پرداخت به کارت بانکیه. شما کشتون رو میدید به ATM و واریز میشه به حسابتون. خیلی چیز عجیب غریبی نیست. الان که میگم خب که چی خیلی عجیبه، نه واقعا عجیب نیست. فقط اینی که بعضی چیزا نمیدونم چرا تو ایران قفله. پوشش نامناسب توجه بفرمایید. برای ایرانیا خیلی مهمه که توی این بانک حساب باز میکنن. شما از ایران میتونید راحت به این کارتتون پول واریز بشه.
بانک پاسارگاد. اینو نکته رو دقت داشته باشید. الان بانک تینکوف با بانک ملی قرارداد داره، ولی اسبربانک با بانک پاسارگاد قرارداد. شما میرید بانک پاسارگاد، پولو میزنید به این حساب، یه روز کاری میاد تو حسابتون چنج شده به روبل. اونجا ریال واریز میشه، همون تو راه چنج میشه به روبل، میاد تو حساب. عالی، چی میخوای؟ و بالعکس از اسبربانک به بانک پاسارگاد. بله. یه قضیه خیلی مهمه دیگه در مورد وام هاست، یعنی وام هایی که اسبربانک بهتون میده. میتونید وام بگیرید، ولی وام نمیتونید پولو بگیرید که هر جوری دلتون میخواد خرج کنید. این وام بگیرید مثلا برید شلوار جیم بخرید، چه ربطی داره؟ یه مغازه رو خالی کنید. اونجا وامو که میگیرید قید میکنید که این وامو برای چی میخواید. حالا یکم برگردیم عقب‌تر توضیح بدم قضیه چیه. الان تو آلمان یا بیشتر کشورها مثلا نمایندگی مرسدس، بی ام یا مثلا چری یا میتسوبیشی یا هر ماشین دیگه، شما برید بهتون ماشین اقساطی میدن، درسته؟ خب اینجا اینجوریه، یعنی شما برید نمایندگی مرسدس یا بی ام بهتون ماشین اقساطی کامل میدن، ولی چطوری؟ باید درخواست وام بدی از بانک، هر بانکی که اسبر بهترین باز درخواست وام میدید، اونا چک میکنن که وامو برای چی میخواید. شما میگید که میخوام ماشین بخرم از فلان نمایندگی، فلان خیابون، فلان جا، به این تعداد ماه، به این تعداد، حالا هرچی. اسبربانک مستقیما پولو به حساب مرسدس واریز میکنه و شما ماشین اونجا تحویل میگیرید، ماشین میشه مال شما. فقط اینه که سندش میره تو گرو بانک تا شما اقساطش رو به بانک پس بدید، یعنی شما قسطاش رو به بانک میدید، شما به بانک بدهکار میشید، نه به شرکت ماشین یا خونه یا هر چیزی که شما به فکرتون برسه میخواید خرید کنید. میتونید وام بگیرید، ولی باید قید بشه برای چی و اون خرید انجام بشه. یه قضیه جالبم دیروز متوجه شدم، الان ربطی به این ویدیو نداره، مثلا ربطی به این ولاگ و بانک نداره، فقط متوجه شدم گفتم در جریانتون بذارم. حالا این قضیه رو بعدا مفصل توضیح میدم، فقط همینو داشته باشید که روسیه برای تولد اولین بچه‌تون 500,000 روبل کادو میده. 500,000 روبل یعنی تقریبا 270 میلیون، 260 میلیون تومان کادو بهت میده چون بچه اولت به دنیا. خداحافظ بی پولی، خداحافظ بی امکاناتی. شما وقتی حساب بانکیتون رو باز میکنید توی اسبربانک، همون توی بانک یه بخشی داره، حالا من یادم رفته اینو فعال کنم، باید باز برگردم اونجا برم این نکتهش رو فعال کنم. یه بخشی از تنظیمات کارتتون هست که شما غیر فعال میکنید اسکنرشو. یعنی چی؟ یعنی شما سقف میذارید دستگاه‌های ATM یا دستگاه مثلا پوز کارتی که میرید خرید میکنید، نیاز نیست شما کارت بکشید رمز بزنید، هیچ نیازی نیست. شما همونجا وای میستید، فقط کارتو میگیری رو دستگاه، تموم شد رفت، پول از حسابت برداشت میشه بدون زدن علم. و وقتی کارت گم بشه این موزله، چون میزنن تموم شد رفت، حسابت خالی میشه. شما میتونید سقف بذارید براش، مثلا تا سقف 500 روبل، تا سقف اصلا 100 روبل، تا این سقف بدون رمز کار کنه، از اون بیشتر پین بخواد. من اینو یادم رفته، الان من هر چقدر تو این باشه با یه گذاشتن رو دستگاه تموم شد رفت، اینو باید برم درست کنم. بینندگان عزیز، واقعا گول خورد. این خیلی خوبه چون کار آسون‌تر میکنه. خیلی جاها، خیلی مکان‌ها اصلا دلت نمیخواد مثلا کارتو بدی به طرف کارت بکشه یا خودت اصلا کارت بکشی، چون معلوم نیست شاید دستگاه کپی باشه، چون دیدید دیگه فیلم‌ها رو تو ایران که کپی کنه کارت هست، حساب خالی میکنه. دلت نخواد میذاری تمام شد. ولی باید سقف رو درست کنی، اینو یادتون باشه. من ایراد دارم تو این، من خودم مشکل دارم، باید برم درستش کنم.
خیلی میپرسن که چرا آقا روسیه، چرا اومدی روسیه، اصلا چرا اومدی اینجا، هوا سرده، برف میاد، چه میدونم، جنگ. این یه قضیه مهمه، بایستید اینو توضیح بدم براتون. درسته الان روسیه با اوکراین در حال جنگه، ولی من حسش نمیکنم. میدونی یعنی چی؟ یعنی اصلا این جنگی که الان انجام میشه روسیه با اوکراین اصلا به مردم فشار نمیاد، تاوانشون مردم پس نمیدن. چون روسیه داره میجنگه مردم باید عذاب ببینن؟ نه چیزی گرون میشه، نه موردی هست توی شهر، نه امنیت دچار مشکل شده، هیچ. اصلا من هیچی احساس نمیکنم. منی که مهاجرم هیچی احساس نمیکنم، چه برسه به خود یه روس اینجا. و اینکه چرا آلمان نرفتی، آمریکا نرفتی، کانادا نرفتی، چه میدونم هلند نرفتی، نروژ نرفتی، فنلاند نرفتی. آدم باید یکم اطلاعاتشو ببره بالا، یکم بیشتر بخونه، ببینه، بعدا نظر بده. من معتقدم که ندونستن عیب نیست، ولی ندونسته یه حرفی رو زدن و تأکید داشتن روش خیلی کم زشته. الان آلمان به خاطر هجوم پناهنده های یمنی و سوری و اینا وضع افتضاح، میتونید برید ببینید، نصف ایرانی ها هم داره دیپورت میکنه. انگلیس به خاطر پناهنده ها افتضاح، اصلا تظاهرات میبینید دیگه. چه میدونم کانادا تورم شدید داره، خیلی خوبه کانادا، ولی واسه کسی خوبه که پول خوب داشته باشه و بخواد سرمایه گذاری بره اونجا، یعنی مشکل کاری، تحصیلی اینا نداشته باشه. کانادا خیلی خوبه ولی باز تورمش اذیت میکنه. آمریکا هم که یه حکومت کاملا سرمایه داریه، یکی تو آشغالا دنبال غذاست، یکی اون بالا نون و طلا میخوره. یعنی چی؟ یعنی سرمایه داری دیگه. ولی توی روسیه این شکلی نیست. گزینه اولش اینه که پناهنده قبول نمیکنه. متاسفانه، باز من میگم متاسفانه، چون از خدامه که ایرانی‌ها بتونن راحت‌تر مهاجرت کنن، ولی باز میگم پناهنده قبول نمیکنه. یعنی شما حتما باید ویزا داشته باشی. این یکی از دلایلش که اینجا آرومه، بدون تنشه. دو، درآمد باز، سطح درآمد باز خرج مردم خیلی همخونی داره. ببینید یه مثال بزنم راحت‌تر متوجه بشید. یه کارگر ساده توی روسیه، کارگر ساده منظورم مثلا یکیه که توی یه رستوران پیتزا کار میکنه، چه میدونم یکی نظافت میکنه یه جایی، یکی مثلا سر ساختمون کار میکنه، یه کارگر کاملا ساده که دیگه سطحی ترین شغل اینجوری حساب کنه، ماهی کم 50 الی 70 هزار روبل درآمد داره ماهی. حالا ما میگیم 60 هزار. این 60 هزار روبل چطوری خرج میشه؟ کرایه یه خونه توی هر جای شهر، یه خوابه، مبل کامل، ماهیانه در میاد تقریبا 25 هزار روبل. 25 هزار روبل از 60 هزار روبل کم کنیم چقدر میمونه؟ 35 هزار میمونه. یعنی کرایه خونه اوکی شد، این اوکی. خب 35 هزار شما مترو رو حساب کنید، ماهیانه مثلا هر روز با مترو بره سر کار، با مترو برگرده، ماهیانه میشه حدودی 2500. حالا 2500 هم کم کنید از 35، 32.5. تو بخوای قشنگ تر و تمیز و خوب بخری توی فروشگاه ها لوازم خوراکی بخری، ماهی تهش در میاد 15,000. 15 از 32 کم کنید چند کلاس ریاضی شد؟ 17.5. ریاضیتون هم که ضعیفه. 17.5. کرایه خونه دادیم، حمل و نقل اوکی شد، لوازم خونه هم خریدیم واسه خورد و خوراک، هنوز پول داریم. به این میگن قدرت خرید با سطح درآمد که همخونی داره. یعنی تو کرایه‌تو میدی، خریدتو میکنی، بازم پول واسه پسنداز داری. اینه که میگم قدرت خرید. مالیات هم توی روسیه 6% برای روس ها و برای مهاجرها و اونایی که اقامت دائم دارن تو روسیه 10%. 10% خیلی کمه. آلمان 50%. از بانک رسیدیم به دلایل مهاجرت.
اصلا ربطی نداشت ولی لازم بود خیلی سوال می‌پرسید. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. مرسی که همراه ما هستید. هر سوالی، انتقادی، پیشنهادی دارید تو کامنت ها بنویسید. حتما اگه سازنده بود ویدیوش میکنم و همراهتون هستم. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. ذهن زیبا هم یادت باشه. گود بای.